این بهترین کرم روشن کننده پوست خونگی و طبیعیه که لک‌های تیره رو محو میکنه، عیب‌ها رو از بین میبره، قسمت‌های تیره رو روشن میکنه و رنگ پوستت رو یک دست و یه چهره طبیعی درخشان و سالم رو نشون میده. این دستور رو حتما سیو کن تا بعداً امتحان. اول یه هویج تازه رو رنده کن و آبش رو بگیر. آب هویج پر از بتا کاروتن و ویتامین آ هستش که به محو شدن رنگدانه ها و افزایش درخشندگی طبیعی کمک میکنه. بعد سیب زمینی خام رو رنده کن و آبش رو بگیر. آب سیب زمینی به طور طبیعی لکه‌های تیره رو روشن میکنه. لکه‌ها رو کم میکنه و یه درخشش نرم و یک دست بدون مواد شیمیایی خشن به ارمغان میاره. داری این ویدیو رو از کجا تماشا میکنی؟ حتما تو کامنت ها به من بگو. تو یک کاسه تمیز 2 قاشق غذاخوری ژل آلوورا اضافه کن. آلوورا عمیقاً آبرسانی میکنه، سوزش رو تسکین میده و بازسازی سلول های پوستی تازه و روشن رو تشویق. 2 کپسول ویتامین ای اضافه کن. این کار پوست آسیب دیده رو ترمیم میکنه و حتی رنگ پوستت رو یک دست میکنه و یه صورت صاف و شبنمدار بهت میده. آلوئه ورا و ویتامین ای رو مخلوط کن تا یک دست بشه. بعد یه قاشق چایخوری آب هویج و به دنبالش آب سیب زمینی رو برای تقویت نهایی روشن کنندگی اضافه کن. شب‌ها به صورتت بمال و صبح بشورش. و در آخر 2 بار رو صفحه بزن. حتما سیوش کن و برای تمام دوستاتم بفرست.